وقتی که طراحی لوگو برند سپرات رو شروع کردم، چیزی که برام مهم بود پیدا کردن ریتم و هارمونی بین دو حرف آر و اس بود. اینکه چطور میتونن با وجود تفاوتاشون کنار هم بشینن و تبدیل بشن به یک نماد محکم، چشم نواز و منطقی. برای من مونوگرام از کنار هم چیدن دو حرف درست نمیشه، بلکه باید اون ارتباط درونیش کشف بشه، اون نقطه‌ای که فرم‌ها واقعا کنار هم قفل میشن و تبدیل به یک نماد واحد زیبا و جذاب میشن. روی همین موضوع تمرکز کردم و مرحله به مرحله فرم‌ها رو ساختم تا به ترکیبی برسم که هم شخصیت حروف حفظ بشه، هم کنار هم هویت واحدی رو بسازن. نتیجه هم دقیقا همون چیزی شد که باید میشد. لوگو اول مورد تایید قرار گرفت بدون هیچ اصلاحیه‌ای. بعد از تایید لوگو اول، کارفرما یه درخواست دیگه داشت، یه لوگو دیگه با همین اسم اما با فضای رسمی‌تر و جدی‌تر. یعنی در عین حالی که اصول و ارتباط بین حروف رعایت میشه، حال و هوای کلی لوگو سنگین‌تر و رسمی‌تر و جدی‌تر باشه. برای همین رفتم سراغ یه ساختار متفاوت با همون منطق و هارمونی، اما شخصیت دارتر و جدی‌تر. لوگو دوم هم دقیقاً طبق همین خواسته طراحی و نهایی شد و تایید شد. هر دو لوگو به نام برند سپرات ثبت قانونی شدن و طبیعتاً کپی برداری ازشون کاملاً ممنوعه. خیلی مخلصیم.